رؤسای جمهور در زمان جنگ همواره دچار اشتباهات محاسباتی می‌شوند. از جان اف کندی در تهاجم خلیج خوک‌ها و لیندون جانسون که بدون باور به پیروزی جنگ ویتنام را گسترش داد گرفته تا هری ترومن در کره و جورج بوش که پرونده اقدام علیه صدام حسین را بر پایه سلاح‌های کشتار جمعی بنا کرد. در شرایط کنونی نیز دولت ترامپ در درک خطرات واقعی تنگه هرمز دچار اشتباه محاسباتی شد با این تصور باطل که رژیم ایران تحت فشارهای حداکثری سریعاً تسلیم شده و برای صلح التماس خواهد کرد. اکنون که اعتبار ایالات متحده به میان آمده است، باید بهترین تصمیم ممکن اتخاذ شود. گزینه‌های پیش رو به شدت دشوار هستند. یک گزینه تلاش نظامی همه جانبه برای تأمین امنیت کاروانهای دریایی و بازپسگیری کنترل کامل خلیج فارس است که به معنای یک تعهد نظامی طولانی و بیپایان برای واشنگتن خواهد بود. گزینه دیگر گروگان گرفتن صادرات نفت خود ایران است. اعزام ناوگان تفنگداران دریایی آمریکا به جزیره خارگ نیازمند محافظت هوایی دائمی در برابر پهپادها و موشک‌های ایرانی است. در این میان ایده‌ای که با اکراه بررسی می شود، نابودی کامل صنعت نفت ایران است، اقدامی که مشتریان، همسایگان و متحدان ایران را مجبور می کند تا با عواقب فاجعه بار آن مواجه شوند. ترامپ پیشتر از هدف قرار دادن زیرساخت‌های اصلی صادرات نفت ایران خودداری کرده بود، صرفاً با این امید که شاید در آینده رژیمی سازگارتر در ایران بر سر کار بیاید و در رقابت استراتژیک با چین قدرت نفتی خود را در خدمت اهداف آمریکا قرار دهد. باید به این نکته توجه کرد که انگیزه معمول ایران ایجاد اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز نیست، چرا که این کار باعث دشمنی خریداران بزرگ نفتش به ویژه چین خواهد شد، مگر آنکه رژیم با یک تهدید کاملاً موجودیتی روبرو شود. به همین دلیل است که تقابل با هدف تغییر رژیم اکنون ماهیت یک جنگ نفتی را به خود گرفته است. در خلیج فارس امروز، ایران با استفاده از قایق‌های تندرو، پهپادها، مین‌های دریایی و موشک‌ها تهدیداتی نامتقارن برای کشتیرانی ایجاد می‌کند و برای ایجاد بحران جهانی تنها تهدید به توقف جریان نفت از سوی آنها کافی است. با این حال، روی دیگر سکه این است که اقتصاد آمریکا امروز به دلیل تبدیل شدن به یک صادرکننده خالص انرژی بسیار انعطاف پذیرتر از دوران انقلاب ایران در سال 1979 است. در واقع، ذینفع اصلی دکترین کارتر که بر اساس آن آمریکا باید به هر قیمتی از خلیج فارس دفاع کند، دیگر خود آمریکا نیست، بلکه چین است. بنابراین نیازی نیست جان سربازان آمریکایی برای محافظت از نفت چین به خطر بیفتد. اگر توافق معقولی حاصل نشود، ترامپ به تهران هشدار خواهد داد که زیرساخت‌های صادراتی آن را نابود خواهد کرد. او امیدوار است که این تهدید باعث شود که چین یا سایر واسطه‌ها از ترس تشدید تنش راه خروجی برای این بحران بیابند. از قضا آمریکا پیش از این به لطف تحریم‌ها، عدم محبوبیت داخلی رژیم ایران و مهار توانمندی‌های هسته‌ای آن در موقعیت استراتژیک مطلوبی قرار داشت تا روی اولویت‌های مهمتر خود، یعنی بازسازی ارتش و تمرکز بر مهار چین تمرکز کند. هدف کلان ترامپ این بود که وظایف حفظ امنیت را به بازیگران منطقه‌ای واگذار کند تا آمریکا بتواند به مسائل بسیار بزرگتر در عرصه جهانی بپردازد.